اگر که درد تو در نالم اثر دارد، وگر که از دل من روح تو خبر دارد، مزن به سینه من دست درد نباید دید. برادری به دلش این همه شرر دارد، اگرچه خواهر تو بی بضاعت است، اما ببین میان بساطش دوتا پسر دارد. یکی برای رسیدن به اکبر و قاسم که شوق و شور و پریدن به بال و پر دارد، و دیگری که امید دلش به اذن شماست که ذره غمت از روی سینه بردارد. برای نجمه و لیلا اگر نیاوردی، همین که نوبت من شد هزار اگر دارد. میان خیمه نشستم، خودت تماشا کن، کدامشان بدن پاره پاره تر دارد. رفتم دو جوان مرد مهیا هستند. این دوتا آقازاده بخونم اصلا ببینید کیا رفتن. دو جوان مرد مهیا هستند، دست پرورده سقا هستند، قدشان رفته به دایی هاشان، چقدر خوشقد و بالا هستند. شیر خاتون دو عالم خوردن، شیرهای نر صحرا هستند، گردبادند و به هم میریزند، شب طوفانی دریا هستند. مرتضایند به شکل دو جوان، این دو عیسی و دو موسی هستند. زینبی‌اند نژاد عشقند، بچه حضرت زهرا هست. مادر از خیمه ولی میگوید برگ سبز من تنها هستند، تشنگی از نفس انداختشان، عاقبت در قفس انداختشان. قصد جان دو برادر کردن، نیزه ها را دو برابر کردن، از دو سو از دو مسیر و دو سپاه نوک سر نیزه خود تر کردن. آنقدر بر تنشان ضربه زدن که شبیه تن اکبر کردن. آنقدر اینجا دلم خیلی سوخت، آنقدر که خودشان خسته شدن. آنقدر که خودشان خسته شدن. بسه چهار بنده، یه بنده آخرشو بکنم. شام شد، شعله که بالا بردن، وقت غارت شد و یک جا بردن. چادر دخترکان تا میسوخت، خوب شد این دوتا بچه نبودن، دق میکردن، همگی فیض تماشا بردن. گل سر، موی سر و گهواره،
نمیشه. دخترک داشت تماشا میکرد، آمدن دو سر بابا. که نیز شبیه اکبر اشهد ان از آن میدادن، با سر و سایه خود بر مادر پیشم نامحرم امان میدادن. همه روزه یه طرف، این یه خط یه طرف، این یه خط سمت مادر چون نظر میافتاد از سر نیزه دو سر میافتاد. شعر نمیخواد با هم گریه کنیم، خوب اینطوری فقط لااقل یه چیزی همه با هم بخونیم. امون از دله وای از دله امون از دله. همه صدا بزنید یا حسین.